2 اپریل سال 2024 نخستین پرواز مستقیم و منتظم بین پایتخت‌های تاجیکستان و قزاقستان انجام گرفت. تلگرام کانال کمیته اویاسیای ملکی وزارت نقلیات قزاقستان خبر داد که در مراسم افتتاح این خط سیر جدید شرکت هواپیمایی سومونایر رئیس این کمیته سلطنت تامپیوا اشتراک کرده است. گفته می شود که پروازهای شرکت تاجیکی در خط سیر دوشنبه استونه دوشنبه هفته 2 مرتبه روزهای سه‌شنبه و جمعه با هواپیمای تمغه بوینگ 737 انجام خواهد شد. کمیته اویاسیای ملکی قزاقستان آغاز پروازهای بین پایتخت دو کشور را نتیجه ادامه کارها برای افزایش شماره خط سیرها و گسترش جغرافی پروازها است و به قزاقستان نامید و گفت افتتاح این خط سیر به رشد من بعده همکاری های قزاقستان و تاجیکستان در عرصه های تجارتی و اقتصادی، صاحبکاری، سرمایه گذاری و سیاحی مساعدت خواهد کرد. خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی سومونایر نیز قبلا خبر داده بود که از 2 اپریل به پروازها در خط سیر نو مستقیم و منتظم از دوشنبه به پایتخت قزاقستان شهر استونه شروع می کند. بنا به اطلاع شرکت نخستین پرواز از دوشنبه به استونه سانحه 2 اپریل صورت گرفته در آغاز هفته 1 مرتبه روزهای سه‌شنبه انجام داده می شود، ولی الکی سانحه 19 اپریل باشد شماره پروازها از دوشنبه به استونه تا 2 پرواز در یک هفته افزایش یافته. این پروازها روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام داده می شوند. در حال حاضر شرکت هواپیمایی سومونایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و همچنین به چندین شهر روسیه انجام می دهد.